در دل آسمان نیلی و در میانه پرواز چابهار به تهران ناگهان سکوتی سنگین بر فضا حاکم شد. یکی از مسافران دچار حمله قلبی شد و از زندگی خود در آستانه مرگ قرار گرفت. در این لحظه بحرانی خلبان اعلام کرد آیا کسی میتواند کمک کند؟ یکی از مسافرین فوراً به صحنه آمد با دلی سرشار از عزم و اراده. گویی از قبل آماده این گونه صحنه‌ها بوده و شاید مأموریتی دارد. به سرعت به کمک بیمار شتافت و با مهارت و تسلط آغاز به احیای او کرد. هر فشار بر سینه روایتگر جدالی بود میان زندگی و مرگ، اما افسر نیروی دریایی ارتش مصمم بود بیمار را به زندگی بازگرداند. تلاش‌ها و فداکاری‌های افسر جوان در نهایت به ثمر نشست و قلب بیمار دوباره به تپش درآمد. این افسر ارتشی نه تنها یک نظامی، بلکه برای مسافرین پروازی قهرمان بود. دریانوردی که شعار ارتش فدای ملت را معنا کرد.